یک آدم یک عمل کفر را کرد، در حال ما به نمیتونیم کافر گفت، برای اون که شروط است، شروطی تکفیر است، شرط هایی هست که ما یک کس کافر میگوییم، چون موانع است، موانع تکفیر است، مانعه ها از تکفیر. یک آدم گفت که الله تو بنده من پروردگاری تو گفت، و این گپی کفر است. لیکن ما این آدم کافر نمیگوییم، پیامبر صلی الله علیه و کافر نگفتن. برای چی؟ برای آنکه وای اخطا من شدت الفرح، خطا کرده گفت، و مقصدش گفتنی بود که الله تو پروردگار من بنده تو گفتنی بود. لیکن از شدت خرسندی شطورش گم کرده بود، یافت از شدت خرسندیش خطا کرده، ای پروردگار تو بنده من پروردگاری تو گفت، که پی کفر گفت ولی کافر نشد. بنابراین یعنی که برای یک آدم کافر گفتن قاضی باید حکم کند. هر یک آدم کوچنگی مسلمان ها به اجرای یک عمل کافر گفته نمیتونن. مطلق ممکن است، مثلا کسی که الله را حقارت کرد وای کافر است، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت کرد وای کافر است، مطلق میگوییم. لیکن تکفیر معین نمیدونیم که او در کدام حالت گفت. الله تعالی گفت که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا، مگر همان آدمی که اکره بالکفر برای گفتن کفر مجبور کرده شد. حالا در اکرام بر آمده است، در روبروی کامera، در روبروی دوربین سخنی کفر گفته است، شاید آخر از اون طرف سنایپر دیسوده است، از اون طرف پیستوله دیسوده است که اگر نگفتی میکشیمت. بنابراین ما بله میگوییم که کسی همین گپ گفت کافر است میگوییم، لیکن نمیگوییم که فلانی و فلانی کافر شد به سبب همین گپش نمیگوییم، تا اینکه به خودش در مجلس قاضی پرسیده شد که برای چی این گپ گفتی.